السلام علیکم شنوندگان گرامی. داستان راغون. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مراجعتنامه خود به مردم کشور 5 ینوری سال 2010 تأکید نمودند که راغون سرچشمه افتخار ملی هر یک فرزند تاجیکستان و رمز سربلندی امروز و فردای ماست. راغون هستی ملت ما و حیات و ممات دولت تاجیکستان است. در پرتو این سخنرانی سرور دولت اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسی داستان راغون را در قرائت قربان صابر تقدیمتان می‌سازیم. گفتار ششم. بشک این همه اخلاص و محبت به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان است. اخلاص و محبت از امید می‌خیزد، یعنی در دل آنها شعله امید به آینده درخشان فروزان است. این گفتگو به جمعه نام کارگر که کمی ساده لوحی داشت نمی‌فارید. لبانش برمه می‌شدند و طبعش می‌گرفت. نهایت لب به اعتراض کشاده گستاخی نشان داد. خطاب کرد: به سیاست چی کار داره؟ از این حرف جمعه طبع سرمد خیره شد. از جای برخاست و با قدم‌های استوار نزد او آمد. چی گفتی؟ جمعه ترسیده از جای برخاست و قدمی به قفا رفت. نه ترس، نمیزنم. با تبسم گفت سرمد و جدی افزود: به سیاست چی کار دارید میگویی؟ جمعه لاقید جواب داد: احسن. با کتی او تپ زد سرمد: انا این را عقل میگویند، انا این را هوشیاری میگویند، انا این را دانایی میگویند. جمعه از این سخنهای دبدبناک سرمد در شگفت ماند، ندانست که چی گوید، بلکه دست و پا خورده شد. تو به سیاست کار نداری؟ پرسید فاتح و به جمعه امکان جواب نداده افزود: تو هم سیاستمدار هستی؟ من؟ چشمان جمعه کلان کشاده شدند. بله تو. نه، از کجا؟ آخر من کیستم؟ همگی یک کارگر عادی. این پاسخ به سرمد خوش نآمد، بلکه باعث خشمش شد که ندا کرد: ای جوان، تو چی کسی که دروغ میگویی؟ جمعه در حیرت و تعجب افتاده پرسید: من دروغ گفتم؟ بله، 100% دروغ گفتی، قطعی گفت سرمد و علاوه کرد: در این دنیا همه مشغول سیاست هستند. باید همین خیل هم باشد. این یک امر طبیعی است، یا نه؟ شاید چنین باشد، شاید نه. انیق، عجایب. باور نداری؟ چه خاموش ماندی؟ به این چیزها عقل من نمیرسد. تو چرا بر راغون آمدی؟ من؟ تو چی؟ من؟ بله. تو تا حالا نفهمیده ای که به چی خاطر بر راغون آمده ای؟ برای پول؟ سرمد برای جمعه بد نگاه کرد و گفت: پول را ما برای زحمتمان میگیریم، لیکن مگر ما یکی از هدفهای اساسی به دست آوردن استقلالیت انرژتیکی حکومت تاجیکستان را پیاده نمی کنیم؟ شاید. باز شاید میگویی. آتشین شده تیغ نگاه بر روی جمعه کشید سرمد. جمعه اول دست و پا خورد، بعد سر بین کفهایش داشته ناهنجار رو به دماغ به پیش پایش دیده دوخت. سپس چیزی به یادش زد و با دلی گویم نگویم دمی به سکوت رفت. پس آن به خود جرأت داده غرغر کرد: بعضی ها میگویند که سیاست چیزی افلاس است. سرمد از این گپ جمعه بیشتر آتشین شده به سوی وی قهرآلود یک نظر پرتافت. سپس با اعتراض شدید گفت: نه، 1000 بار نه. سیاست هم هنر است، فهمیدی؟ جمعه از این حال خجالت کشیده فهمیدم گفت. سرمد به سخنش ادامه داد: دانشمند گفته است سیاست صنعت امکان و استفاده است. گپ سر آن است که چگونه سیاست.
سازنده یا سوزنده. سیاست سازنده آسان نیست، خیلی گران است. چند نفر به تصدیق سر جنباندند. گران است، ندا کرد سرمد و دیگر حرف نفس زد. لحظه خاموشی حکمران گشت. بعد با سرمد لب به سخن گشاد. بیایید کج بشینیم و سخن راست بگوییم. کی صلح، صلاح و وحدت را آورد؟ کی آبرو، اعتبار، شهرت تاجیکستان را تا به افلاک برد؟ باز سر کرد. پیچ را زد جمعه. سرمد به او تون نیگریست و با ریشخند گفت: ای باز هم به تو احسن. چی؟ جمعه یک قد پرید. سرمد از او پرسید: نام تو را چرا جمعه ماندند؟ چرا؟ با هیجان پرسید او. کف در هم کشیده گفت. چرا جم؟ طبع سرمد خیره شد. مگر نمیدانی؟ جمعه خجالت کشیده یک ثانیه خاموش ماند، فکر کرد و بعد جواب داد: به فکرم که روز جمعه به دنیا آمدم. روزی مبارک، چشم به عالمی هستی کشاده بوده ای. گفت سرمد و سخت افسود. اما به دلم زد. کی؟ نه چی؟ سرمد با آهنگ قطعی گفت: فجگویی تو. جمعه مستر ماند. سرمد ادامه داد: زبانت را بند و گوش فرا بده. مگر امام علی رحمان در پیاده کردن این سیاست ننگ و ناموس، جوانمردی نشان نداد؟ از خود گذشته جانش را در خطر مانده با مرگ روبرو نشد؟ آوه، برحق جوهری معنی را گفته. به صحبت پیوسته گفت آدینه: زمانی بود که صبح از خانه برآمده باور نداشتیم تا بیگاه زنده میمانیم و به خانه بر میگردیم یا نه. یا دروغ میگویم؟ چند کس برابر نه گپت راست گفتند. آدینه همچنان با حرارت سخنش را ادامه داد: خداوند لطف کرد و فرزند مانند امام علی رحمان به ملت ما هدیه کرد. اگر او نمی بود آیا جمهوری و ملت تاجیک باقی می ماند؟ به قول یک دوست ادیبم: به شما دروغ و به خلق عالم راست کاری شد که تاریخ یاد ندارد. اکنون تاجیکستان رو به آبادی، به شکوفایی آورده است. سرمد جلوی سخن را گرفت و گفت: درست گفتی آدینه. خداوند متعال وقتی انسان را می آفرد، رزقش را به هر شکل مهیا می سازد. هر کسی را بهر کار ساختند، مهر آن را در دلش انداختند. چه سعادت بزرگ است که امروز ما به خدمت خلق و وطنمان رسیده ایم. ما همه رنج بریم و استاد ابوالقاسم لاهوتی چه خوب گفتند: باعث آبادی عالم تویی، رنج برا معنی آدم تویی. از این سخنان سرمد دل جمعه آب خورد و شکفت و به وجد گفت: ای اکا، چی اکا؟ تشکر اکا، به حرمت خدا من با تو می فخرم. سرمد از نو آتش گرفته با آواز بلند تند گفت: باز می فخرم میگویی؟ از گذشته می فخری، از بزرگان می فخری. تا کی؟ تا کی؟ چخیر تا کی؟ از این سوالها در شگفت مانده پرسید جمعه. مگر پند استاد لایق را فراموش کرده ای؟ پرسید سرمد و زمزمه کرد: تا چند تو با گذشتگان می نازی، با رودکی و با حافظ شیرازی. وقت از سری منبر آزاد سخن، خیام دیگر حافظ دیگر سازی. چی دیگر از گذشته امان فخر نکنیم؟ از گذشته فخر کردن خوب است، ولی ما باید از خواب بخیزیم و بستیزیم و تلاش کنیم. بس است دیگر. چی بس است؟ سرمد با یک آهنگ قوی ولی خیلی نرم پاسخ داد: غلامی بس است، غلامی. زیرا شاعر چه حق گفته است: ذوق در بانگ اسیران نبود، نعرشان نیز اسیران نبود. زمان زنده باد چه لافهای خودنمایی و وعده های بس هوایی نشنیده ایم.
دیگر SSR نیست. شنیدید که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین چی گفت؟ کسی که به برهم خوردن SSR نمی سوزد دل ندارد. کسی که در آرزوی برقرار کردن آن است عقل ندارد. شکر خدا بعد غفلت 70 ساله امام علی رحمان با خروش و سروش رستمانه ما را بیدار کرد. اکنون ما را واجب است که به سر فکر عطای از قضا نداشته باشیم. تقدیر خود را باید خودمان سازیم. علامه اقبال لاهوری چی خوب گفته است؟ خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت. به آن ملت سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. در عرفیت میگویند خمیری در تنور همسایه پخته برکت ندارد. ما نباید به یاری دیگران امید بندیم، زیرا پس هر یاری بی‌غرضانه دام ایستاده است. پنیر رایگان را تنها در مشقپک میگذارند یا نه؟ امروز باید نصیحت علامه اقبال لاهوری عمیق‌تر از هر وقته در مغز ما کار کرده و راهنمایی سوی فردایمان باشد که همچو آینه مشو محو جمال دیگران، از دل و دیده فروشوی جلال دیگران. در جهان بال و پر خویش کشادن آموز، که پریدن نتوان با پر و بال دیگران. اساس نیروی هر ملت در وحدت است. عهد حق را زندگی از قوت است. قوت هر ملت از جمعیت است. اگر ما متحد شویم، بیگانه هم متحد می شود. از دریای وخش باید پند گرفت، در خویش فرو رفتن و از خود رستن. وانگه ثمری است در نبستن بستن، سرسبزی کامیاب دریاب از آب، هر لحظه گسستن و زنو پیوستن. چون این اندیشه راندن یک کارگری عادی راغون خیلی و خیلی خوب است، زیرا به فرموده خدای غزل و عارف توانای پارس با نیروی اتحاد و همبستگی می توان همه گونه آرزو و مقاصد عالی را برآورده کرد. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. آره، به اتفاق جهان می توان گرفت. آره، اتفاق زنده باد و شکر خدا ملت هم بیدار می شود. آتش غرور سر تا به پایم را فرا می گیرد. شفاعت و شرافت. از قدیم الایام مردم مشرق زمین ضرب المثل دارد که از دهان به دهان گذشته تا ایام ما رسیده است. نیمی عمرت فروش و روشنایی بخر، نیمی عمرت بفروش و جوشایی بخر. همین است که قیمت روشنایی یکی از منبع‌های خوب زندگی برای انسان‌ها برابری بخت و سعادت است. اما نیروگاه راغون تنها روشنایی نیست. شبهه‌ای نیست که راغون روش زندگی محل‌های اطراف را تغییر خواهد داد. بنیاد نیروگاه راغون بغیر از زمینه گذاشتن استحصال برق ارزان، چنانه که پرزیدنت گفتند راغون عمر نارک را 100 سال زیاد می کند. به قول نظام قاسم راغون 100 کشته و 100 باغ است. و باز راغون شکوفایی تاجیکستان، اساس ترقیات تمام ساحه‌های اقتصادیات کشور است. صدها کارخانه بنیاد گردیده، هزارها مردم کشور صاحب جای کار می گردند. نیروگاه راغون نور آفتاب را می ماند که از گرمی آن یخ آب شده، شاریده،
به باغ‌ها و کیشزار تراویده آنها را شاداب می کند. طبق لایحه بعد به کار درآمدن نیروگاه راغون در تاجیکستان و کشورهای همسایه 480,000 گکتار زمینی نو از خود کرده حالت ملاریاتیوی 2 میلیون گکتار زمین بهتر می گردد. بغیر از این نیروگاه راغون اهمیت بزرگی آب تقسیم کنی پیدا خواهد کرد. آن امکان می دهد که آبادی حوزه امودریا کاملا تنظیم شود. یعنی با شرافت نیروگاه راغون جمهوری های ازبکستان و ترکمنستان متصل در موسم پرورش زراعت با آب تأمین می گردند. نیروگاه راغون نور آفتاب است که به هر یک خاندان نور ضیا، صدق و صفا، فراغت و برکت می آرد. در این نیروگاه اولا یک گروه کلان متخصصان ساحه انرژتیکا به وایه می رسند. ثانیاً مردم در این ساختمان جوهر انسانی خیش را صیقل می دهند و از مرتبه بینش و نگارش ساده به درجه آدم شناسی می رسند و در راه رسیدن ملت به وحدت نقش بزرگ می بازد. در رشته اقتصادی به بودجه دولت مبلغ‌های کلان وارد می گردد که به ترقیات کشور مساعدت می کند. از طرف دیگر امکانیت بلند برداشتن معاش معلمان، دکتران و کارمندان دیگر مؤسسه های بودجوی فراهم می آید. مردم تاجیکستان به واسطه به بازار اقتصادی وارد می گردند. از سال 1991 خصوصی گردانی مالکیت دولتی شروع شده بود، ولی در این روند دایره کمی مردم اشتراک نمودند. امروز بازار کاغذهای قیمتناک رواج می یابد. اندیشه و تفکر بازارگانی مردم را تغییر می دهد. اندیشه ریشه اخلاق است. امام علی رحمان گفتند استقلال حقیقی برای ما از استقلال اخلاق و اندیشه سر می شود. بله، تنها آدمی با اخلاق و با اندیشه می تواند سازنده باشد. از بی ادبی کسی بجای نرسد، زیرا که ادب تاج سر مردان است. و باز راغون مدنیت را به وجود می آرد. الکی 2 شهر زیبا و زمانوی سریپولک و میدان ساخته شده است. چنان که ابراهیم عثمانوف می نویسد کلمه مدنیت از کلمه شهر به وجود آمده است. هنوز پیغمبر برای آن که دین اسلام را به وجود آورد شهر ساخت. او درک نمود که برای مستحکم نمودن دین شهر در کار است. همان شهری که ساخت مدینه نام داشت و معنایش هم شهر است. زمانی که افتخار ملی امان در زمینه مدنیت پیدا می شود، بعد ما می توانیم درباره پیشرفت اندیشه رانیم. قصه کوتاه، شفاعت راغون به 7 پشتمان نه، به 70 پشتمان می رسد. مردم همه شادمان و آسوده حالند. به پرزیدنت و عقل و تدبیر مملکتداری او به کلی باور دارند و مطمئنند که همه تدبیرهای او به منفیت آنهاست. از یک دست صدا نیست، یک تار خوشنوا نیست. آتش امیدی که در دل آنها فروزان است مژده از آینده نیک می دهد. حیات جوش می زد با 1000 رنگ، با 1000 نوا با هم می آمدند و ترانه خوشنوایی را با نام ترانه سازندگی تولید می نمودند. گویا با بازار صابیر هم نوا شده بودند. دوباره سازمت وطن، بخیشت جان خیشتن، ستون زنم به سقف تو، به استخوان خیشتن. در چشم آنها برق دیدیم. انشاءالله مقصد و مرام پرزیدنت ما نیک است. راغون
ساخته می شود. بله، در اینجا همه پرزیدنتی ما می گویند و این از روی دل نه، صدقاً از روی محبت است. او را خلق واقعاً دوست می دارد، زیرا از خلق است و با خلق است. این کار خیر با بازوان شما عملی خواهد شد. اگر چنین باشد خوشبختم. هر یک انسان به قدر سعی و عملش صاحب نام نکو خواهد گشت و از نام صاحب گفتنیم. به قدر دانه دهد آرد آسیاب بیرون، نبرده رنج مجو کام از آسمان هرگز. نیست مشکلی که آدم از عهده حل آن نبراید، به شرطی که دل و جان نثار کند، به شرطی که کار به منفیت خلق و دولت باشد. مرد باید که هراسان نشود، مشکلی نیست که آسان نشود. آره، محض مردانی حقیقی با ننگ و ناموس، وارثانی سزاوار آل سامان، تحت سروری امام علی رحمان نیروگاه راغون را می سازند. نارک قصر محتشم است، قصر محتشم دوستی. آن را تمام مردم سابق شوروی بنیاد نمودند، اما راغون دیگر است. آن قصر محتشم ننگ و ناموس ملت تاجیک می باشد. من اطمینان کامل دارم که خلق تاجیک راغون را می سازد، چنان که ابوالقاسم فردوسی شاهنامه بیزوال خود را آفرید، چنان که جلال الدین بلخی رومی مثنوی معنوی عالمگیر خود را تقدیم نمود، چنانی که نعمان ابن ثابت مذهب امام اعظم را پایه گذاشت. باید قصر محتشم راغون را بسازیم تا که فرزندان و نبیره ها با ما فخر کنند. بیت زیرین در همه جا طنین انداز است. برای وطن جان فدا می کنیم، وطن هر چی گوید ادا می کنیم. آره، نیروگاه راغون نه تنها منبع نور و روشنایی، بلکه سنگ محک ناموس ملی و شرط پایداری دولت است. بله، محک ناموس. نیگین در کوهستان. فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. حافظ. بیا سازیم راغون را. روشنایی سایه خداست. این حکمت سرمه و توتیای چشم خرد است که با آن روشنی بخشد. پس حکمت راغون معجزه عصر 21 را به گوش دل باید شنید و باور کرد. زیرا راغون کشنده ظلمات و زاینده نور است. چراغ زندگی از نور روشن و مولانا گویا خطاب می کند: روز سایه آفتاب را بیا. ایا ای راغون، درباره تو حرف زدن هم فرض و هم قرض است. از این رو باز به نامت سخن آغاز می کنم. چقدر تو در دل و دیده مردم ما نشسته و محبوبیت داری که قریب یگان ایجادکار در ایجادیاتش تو را نادیده نگرفته است. نام تو نیرویی است در زبان سرخ پدید آید و روح و روان نفوذ بخشد. روز با تو آغاز و پایان می یابد. بیشک تاجکان تمام دنیا عاشق تو اند. به قول شاعر: با هر کی سخن گویم، اگر خواهم و ورنه، اول سخنم نامی تو اندر دهن آید. گویا تو پاره جسم مردم ما هستی. مردم به تو کامل نیست، به تو ناتمام است، با تو واحد بشود.
از این رو تو را ای کاخ محتشم آرمان ملی خودمان می سازیم. با سنگ و غیشت ننگ و ناموس و همت مردانه می سازیم. چنان می سازیم که از باد و باران نیابد گزند، زیرا که تاجیک هیچگاه سوزنده نبود، همیشه سازنده بود. بله، خودمان می سازیم. می سازیم. می سازیم. صداها با هم آمده آهنگ جسارت و سازندگی را تولید می سازد و مصرع‌های سیمای سداد شاعر خلقی تاجیکستان کمال نصرالله همدرد و همنوا می گردد. بیا سازیم راغون را، بروی تخت پشت خود چو کاخی آرزوی 770 پشت خود. بیا سازیم از آب و گل خود، از دل خود چو کاخی داد خود، چو سیمای سداد خود. سداد راستی. راغون در وجود مردم شمع رابطه را با آینده درخشان و حیات شایسته و ارزنده فروزان کرد. همان شمع آفتاب مانندی که استاد محمد غایب با این مصرع‌های سرشار مهر سروده است. آفتاب بدیده غریب است چو شمعی که چو آفتاب تابد وطن است. این شمع را در دل همه پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان فروزان کرد. ما با اقدام پرزیدنت کشور راغون را شناختیم و دل بستیم. با چشم راهبر دولت دیدیم و تشنه آن شدیم. راغون همه ما را از آب و گل به جان و دل میبرد. سخنان پرزیدنت کشور صمیمی و طبیعی و شورانگیز صدا داد. راغون منبع ادا نشونده نور است که تاجیکستان را در آغوش شرق کهن به اختری همیشه تابان تبدیل خواهد داد. و من با اقرار همین حقیقت زیبا به سوی راغون روانم. بله، خاطر به پرواز است، به یاد راغون است. تا به مقصود رسیدن کار است، قاصدان دوری راه تومار است. مهر و محبت قله است. در آغوش امواج مهر و محبت دو نفری، من و راغون و راغون و من. شما خوانش بدیعی را از روی اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسی داستان راغون در قرائت قربان صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجیف. پایان گفتار ششم.